در این قسمت میخوام براتون قصه موجودات خاکستری رو بیان کنم. قصه موجودات خاکستری که مسئولیت به وجود آوردن 5 گونه دورگه فضایی زمینی رو به عهده دارن و قراره با همدیگه دلایل ارتباط اونا با مردم زمین رو متوجه بشیم. بشار در این باره میگه قصه مردم من در سیاره زمین شروع میشه، در سیاره زمین، اما در یک جهان موازی. در اون جهان، در سیاره زمین، انسان‌هایی زندگی می‌کردند که از نظر تکنولوژی بسیار پیشرفته شده بودند. هرچند از اونجایی که اونا تمام تمرکزشون روی رشد تکنولوژیک و توانایی‌های مغز و پردازش مغزشون بوده، به مرور و بعد از گذشت چند نسل کم کم انسانیت خودشون رو از دست میدن. اونا بعد از گذشت چندین نسل توانایی احساس کردن رو از دست میدن. اونا بعد از گذشت چندین نسل حتی توانایی تولید مثل رو از دست میدن و به طریقی اونا عشق رو از ژنتیک خودشون بیرون میکنن. اونا در حوزه تکنولوژی به پیشرفت‌های بسیار بالایی دست پیدا میکنن، اما این پیشرفت‌ها به قیمت از دست دادن احساسات، انسانیت و حتی از دست دادن جسمشون تمام میشه. اونا حتی توی این مسیر روحانیت خودشون هم از دست میدن، روحانیتی که اونا در اون دوره اون رو واقعا ناچیز و پیش پا افتاده میدونستن و به دلیل از دست دادن احساسات و جنبه روحی و روحانی خودشون اونا آروم آروم محیط سیاره خودشون رو از بین بردن. اونا در اون دوران و به عنوان آخرین تلاش برای نجات گونه انسانی خودشون به اعماق سیاره زمین در جهان خودشون میرن و از اون جایی که سطح سیاره زمین دیگه قابل سکونت نبود، اونا رشد تکنولوژی خودشون رو در زیر زمین ادامه میدن. اونا حتی برای بقای خودشون در اون دوران دست به شبیه سازی میزنن، اما بعد از گذشت دوره‌ای متوجه میشن که دی ان ای اونا ارزش اولیه خودش رو از دست داده و دیگه قابل کپی شدن یا قابل شبیه سازی نیست. و زمانی که تلاش اونا برای شبیه سازی خودشون و برای بقای خودشون با شکست مواجه میشه، اونا دست به یک کار بسیار عجیب میزنن. اونا با استفاده از تکنولوژی های بسیار بسیار پیشرفته‌ای که داشتن دست به تولید یک سری جسم های مصنوعی میزنن، جسم هایی که توانایی نگه داشتن روح اونها رو داره و از طرف دیگه میتونه در شرایط محیطی سیاره اونا دووم بیاره. اما اونا میدونن که این پایان کار نیست و این تنها یه راه حل موقته. اونا متوجه میشن تنها راه بلند مدت برای نجات اونا از این شرایط اینه که انسانهایی با دی ان ای کاملا فعال و کاملا طبیعی پیدا کنن. انسانهایی با دی ان ای مشابه آن چیزی که خودشون سالیان سال قبل بودن. این گروه از انسان‌ها که در یک جهان موازی در سیاره زمین زندگی می‌کردن، زمانی که می‌بینن دیگه امکان شبیه سازی براشون وجود نداره، به ناچار دست به آخرین راهی که براشون باقی مونده میزنن. اونا برای اینکه بتونن بقای گونه خودشون رو حفظ کنن دست به یک کار عجیب غریب و خیلی پیشرفته میزنن. اونا یه جور ذهن جمعی در سیاره خودشون درست میکنن و با تکنولوژی هایی که داشتن چیزی به اسم ذهن کندو یا ذهن لونه زنبوری درست میکنن. البته اونا برای اینکه بتونن توی این کار موفق باشن یه سری از گونه های فرازمینی دیگر رو برای این کار استخدام میکنن. برای مثال یکی از گونه هایی که برای این کار استخدام شدن گونه منتیس هست. گونه منتیس یکی از گونه های بسیار پیشرفته هست که با موجودات خاکستری همکاری های بسیار زیادی داشتن و خیلی از انسان هایی که حوادث برخورد با فضایی ها یا اصطلاحاً روبوده شدن توسط فضایی ها رو تجربه کردن
معمولاً کنار موجودات خاکستری یکی از افراد گونه منتیس رو هم دیدن. اکثر این آدما گونه منتیس رو شبیه به حشراتی که ما اونا رو اصطلاحاً آخوندک یا آبدزدک خطاب میکنیم مثال زدن. البته این نکته رو باید بهتون بگم که مغز ما زمانی که با موجودات فرازمینی یا فرابعدی روبرو میشه سعی میکنه که یه شبیه سازی از توی حافظه خودش به وجود بیاره و بر اساس اطلاعاتی که فرازمینی ها دادن گونه منتیس دقیقاً شبیه به حشرات زمین نیستن و تقریباً از نظر قد و قامت و شکل و شمایل شاید 70% شبیه به ما آدما باشن، اما فرم تقریبی سر اونا و صورت اونا و البته چشمهای اونا شبیه به این حشرات است. به گفته بشار افراد گونه منتیس یه سری توانایی‌های خاص دارن که موجودات خاکستری اون توانایی‌ها رو ندارن و به خاطر وجود همین توانایی‌های خاص موجودات خاکستری اونا رو استخدام کردن تا توی پروژه های ذهن کندو و همینطور پروژه دورگه سازی تقریبا مسئولیت اصلی و مدیریت کار رو به گونه منتیس سپردن، چون اونا در آن واحد میتونن هزاران مورد رو به طور همزمان بررسی و به اصطلاح اسکن کنن. از طرف دیگه در افرادی که کار چنلینگ رو انجام میدن چندین نفر هستن که کار چنلینگ با افراد گونه منتیس رو انجام میدن که اگه علاقه داشتین میتونین در بخش نظرات به هم بگین تا ویدیوهای این افراد رو و پیامهای گونه منتیس رو برای شما ترجمه کنم. حالا برگردیم سراغ ادامه قصه موجودات خاکستری. این افراد بعد از دست دادن جسم طبیعیشون و انتقال به جسم مصنوعیشون همین موجوداتی میشن که ما اونا رو به اسم موجودات خاکستری میشناسیم. حالا اگه یکم دقت کنین متوجه میشین که تقریبا تمام مردم زمین در گذشته از این تصویر موجودات خاکستری تا حدی میترسیدن. اما دلیل این موضوع چی بوده؟ چون به طور عادی زمانی که مغز ما یه تصویری رو ببینه که نمیشناسه به طور معمول باید حس خنثایی نسبت به اون داشته باشه و حسش نه مثبت باشه نه منفی، مگر اینکه در ضمیر ناخودآگاهمون یه حافظه‌ای نهفته باشه که خودآگاهمون بهش دسترسی نداره. در واقع خاطره‌ای در ذهنمون باشه که یادمون نمیاد. موجودات خاکستری به این نتیجه میرسن که برای برگردوندن شرایط جسمیشون به حالت قبل باید از یه طریقی به دی ان ای انسان‌های طبیعی دست پیدا کنن. اونا با تکنولوژیایی که داشتن موفق میشن به جهان‌های موازی سفر کنن و در واقع پورتال‌هایی به وجود بیارن که بر اساس نقشه‌های فرکانسی که داشتن بتونن به جهان‌های موازی که حدس می‌زدن انسان‌ها به صورت طبیعی زندگی می‌کنن سفر کنن و اونا توی این سفرها موفق میشن و به همین شکل به جهان ما هم وارد میشن. بشار در رابطه با ورود موجودات خاکستری به جهان ما پیشتر گفته بوده که در سال 1546 و در کشور بلژیک یه حادثه‌ای رخ میده و در روز روشن و در آسمان شهر ناگهان صدها بشقاب پرنده ظاهر میشن. به گفته بشار حادثه 1546 کشور بلژیک زمان اولین ورود موجودات خاکستری به جهان ما بوده. موجودات خاکستری از اون زمان شروع میکنن به تهیه و تأمین دی ان ای که نیاز داشتن، اما از اون جایی که اونا هیچ احساسی نداشتن این کار رو با روش‌هایی انجام دادن که باعث ترس بسیاری از انسان‌ها شده بود. در حال حاضر یه اصطلاحی بین مردم زمین وجود داره که به همین حوادث اشاره میکنه که در انگلیسی به ایلین ابداکشن معروفه که معنی روبوده شده توسط فرازمینی ها رو میده. موجودات خاکستری به خاطر شرایط جسمی خاصی که داشتن در اون دوران هیچ درکی از
ملک شخصی، حریم خصوصی یا احساس ترس، تنفر و یا هیجان و باقی احساسات رو نداشتن. اونا برای به دست آوردن دی که نیاز داشتن در بعضی مواقع در نیمه های شب و در بعضی مواقع در زمان خواب انسان‌ها وارد خونه بعضی از انسان‌ها می‌شدن و اونها رو در یه شرایط بیهوشی بی‌حسی خاص به بشقاب پرنده خودشون می‌بردن تا بتونن دی مورد نیازشون رو استخراج کنن. اونا حتی در خیلی از موارد نطفه‌های دورگه یا دستکاری شده‌ای رو در رحم زن‌های مختلفی که روبوده بودن بارگذاری می‌کردن و بعد از گذشت کمتر از 1-2 ماه با برگردوندن مجدد اون خانوم‌ها به بشقاب پرنده کودک رو از رحم مادرش جدا می‌کردن و در تجهیزات آزمایشگاهی خودشون در بشقاب پرنده اون کودکان رو بزرگ می‌کردن. بشار میگه موجودات خاکستری ما رو، یعنی گونه‌های هیبریدی رو درست کردن تا ماها بتونیم احساسات، روحانیت و بالانس رو به ساختار زندگی و جامعه اونا برگردونیم. بشار در ادامه میگه با اینکه خیلی از انسان‌ها برخوردهای اولشون با موجودات خاکستری رو با ترس گذروندن، اما ما عمیقاً از شما ممنون و متشکریم که به ما این فرصت رو برای زندگی دادین و برای تشکر از شما به خاطر همکاری که کردین ما دانش و آموخته های خودمون رو با شما به اشتراک میذاریم. البته بشار این کار رو برای مدت 40 ساله که داره انجام میده. بشار این مورد رو هم میگه که بعد از گذشت یه دورانی، زمانی که پدران و مادران این فرزندان دورگه در عالم خواب متوجه حضور فرزندان خودشون در کشتی‌های فضایی شدن، خیلی از اونا موفق شدن با فرزندان خودشون در دنیای خواب یا اصطلاحاً بعد روحی ارتباط برقرار کنن که این امر باعث شده احساس ترسی که در برخوردهای اول با موجودات خاکستری داشتن کم کم به یک احساس عشق تبدیل بشه. بشار این نکته رو هم بیان میکنه که در ازای کمکی که شما به ما کردین، ما با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیاتمون داریم به شما کمک میکنیم که به همون مسیری که موجودات خاکستری رفتن نرید، چون تا به اینجای کار تصمیماتی که گرفتین مشابه تصمیماتی بوده که موجودات خاکستری در گذشته خودشون روی سیاره خودشون گرفته بودن و در واقع با کمک به شما جلوی این که سیاره خودتون رو تا حدی نابود بکنین رو داریم میگیریم. به گفته بشار به وجود اومدن گونه‌های مختلف هایبریدی قرن‌ها طول میکشه و موجودات خاکستری در جهان‌های موازی مختلف شروع به جمع‌آوری دی مورد نیازشون و به وجود آوردن گونه‌های هایبریدی مختلف میکنن. اونا در این مسیر 5 گونه هایبریدی یا دورگه رو به وجود میارن. اونم به خاطر اینه که در اولین تلاششون برای به وجود آوردن گونه‌های هایبریدی خیلی موفق نبودن و گونه‌ای که به وجود آوردن تقریباً بیشتر شبیه به خود موجودات خاکستری بوده و اونا برای اینکه بتونن یه روند تکاملی رو به سمت بازگشت به حالت طبیعی انسانی پیش برن نمیتونستن در یک مرحله دی خودشون رو و ژنتیک خودشون رو به ناگهان تغییر بدن و مجبور بودن این رو بخش بخش و با درصد کم انجام بدن. برای درک بهتر میشه اینجوری فرض کرد که در هر گونه‌ای که به وجود آوردن شاید یه چیزی هول و هوش 10-15% از ژنتیک و دی انسان طبیعی رو با ژن خودشون پیوند دادن تا اون گونه به وجود اومده و به این ترتیب و بعد از گذشت قرنها اونا 5 گونه هایبریدی رو به وجود میارن. در این پروژه دورگه سازی موجودات خاکستری هرچی این پروژه جلوتر میره گونه های جدیدتر بیشتر شبیه به انسان های
طبیعی میشن و بیشتر شبیه به ما میشن. درباره گونه اول اطلاعات زیادی در دسترس نیست و تنها چیزایی که در رابطه با گونه اول پیدا کردم اینه که بعضیا این گونه رو به اصطلاح تالگریز خطاب میکنن یا همون موجودات خاکستری قد بلند. اونا تقریبا ظاهری شبیه به موجودات خاکستری دارن، اما قد تقریبیشون شبیه به انسانهای زمین هست، یعنی به طور میانگین یه چیزی حول و حوش 170-80 سانت. درباره گونه دوم بشار میگه که موجودات فرازمینی به این گونه مازانی یا شاید هم مازنی میگن. و اما گونه سوم موجودات هایبرید یا دورگه گونه ساسانی هست که همین گونه‌ایه که بشار هم یکی از اوناست که جلوتر درباره سیاره محل سکونت اونها بهتون بیشتر توضیح خواهم داد. به گفته بشار گونه ساسانی چند هزار سال هست که در سیاره خودشون زندگی میکنن که این امر نشون میده که شروع پروژه هایبرید سازی یا دورگه سازی در جهان اونا از هزاران سال قبل شروع شده. و اگه تصاویری که از گونه ساسانی موجوده رو ببینین، به راحتی روند تغییر ژنتیک موجودات خاکستری به سمت انسانهای طبیعی رو میشه در چهره اونا دید. به گفته بشار گونه چهارم هایبریدی گونه شهیل یا شاهیل هستند که درباره اونا هم اطلاعات بسیار کمی موجوده و فقط در این حد هست که بعضی از موجودات گونه انسانی در بعضی سیارات منظومه پلیدین یا بعضی از سیارات دیگه اصطلاحاً از گونه شهیل هستند. و پنجمین گونه یحیل هست، گونه ای که بیشترین شباهت رو در حال حاضر به ما انسانهای زمین دارن. گونه یحیل گونه ایه که به صورت عمده در سیارات منظومه پلیدین زندگی میکنن و به خاطر شباهت ظاهری زیادی که به انسانهای زمین دارن، این گونه قرار اولین گونه برای ارتباط علنی با مردم زمین باشه. درباره این گونه در ویدیوهای قبلی یه سری اطلاعات و عکس‌هایی رو بهتون نشون دادیم که اگه اونا رو ندیدین میتونین به ویدیوهای پیام‌های بین سیاره‌ای و همینطور ویدیوهای پیشگویی‌های فرازمینی‌ها مراجعه کنین. اما پروژه هایبرید سازی یا دورگه سازی موجودات خاکستری با به وجود اومدن گونه پنجم به پایان نمیرسه. در واقع دلیل وجود اونا در این دوره در اطراف زمین برای به وجود آوردن گونه ششم هایبریدی یا دورگه هست. به گفته بشار موجودات فرازمینی به این گونه جدید میگن گونه شالانایا و این گونه جدید همین گونه ای هست که از دی ان ای و ژنتیک انسانهای زمین جهان ما و ترکیب اون با دی ان ای 5 گونه دورگه قبلی ایجاد شدن که در ویدئوی قبلی هم تا حدی درباره‌شون صحبت کرده بودیم. اما بشار صحبت در رابطه با رشد و پیشرفت گونه‌های هایبریدی رو با گونه شالانایا به پایان نمیرسونه و اون در رابطه با گونه هفتم هایبریدی هم صحبت میکنه. به گفته بشار بعد از تکامل گونه ششم هایبریدی که از ترکیب انسانهای حال حاضر زمین و کودکان هایبریدی که در اطراف جو زمین و در کشتی‌های فضایی دارن زندگی میکنن و بعد از تکمیل شدن مسیر رشد گونه ششم، هر 6 گونه هایبریدی قبلی دور هم جمع میشن تا یه گونه جدیدی رو به وجود بیارن. اونا اسم گونه جدید رو آنوهت خطاب میکنن و به گفته بشار گونه آنوهت هفتمین و آخرین گونه هایبریدی یا دورگه انسانی و فرازمینی میشه. از طرف دیگه به گفته بشار طی 1000 سال آینده، در واقع در کمتر از 1000 سال آینده، روند رشد انسانهای زمین به طوری پیش میره که دیگه نیازی به زندگی روی سیاره زمین ندارن و کم کم اونا سیاره زمین رو برای رشد گونه‌های دیگه و تکامل گونه‌های دیگه ترک میکنن و از حوالی 1000 سال دیگه انسان‌ها دیگه گونه اصلی
آگاه سیاره زمین نخواهند بود و جای خودشون رو به گونه‌های جدیدتری میدن و جایگاه خودشون رو به باقی موجودات سیاره زمین میدن تا اونا هم بتونن روند رشد، تکامل و آگاهی خودشون رو سیر و سپری کنن. بشار میگه در سیاره ما انواع و اقسام حیوانات و گیاهان وجود داره که بسیاری از اونها رو به سیاره ما آوردن تا سیارمون از نظر حیات طبیعی و گیاهی و حیوانی غنی‌تر و کاملتر باشه. بشار در ادامه میگه حتی بعضی از گیاهان و حیوانات سیاره ما رو از سیاره خود شما آوردن و همینطور از خیلی از سیارات دیگه در کهکشانمون هم این گیاهان و حیوانات رو به سیاره ما اضافه کردن تا از این طریق یه سیاره‌ای که از نظر حیات کاملاً بالانس باشه رو به وجود بیارن تا ما بتونیم به راحتی در این سیاره زندگی کنیم. البته این نکته رو هم باید بهتون بگم که ما روی سطح سیارمون چندان ساختمون سازی نمی کنیم و تقریباً عمده سطح سیارمون به حالت طبیعی و چیزیه که شما بهش طبیعت و جنگل و دریا میگین. البته بشار این نکته رو هم بیان میکنه که حیوانات سیاره ما از نظر آگاهی با حیوانات سیاره شما فرق میکنن. در واقع ما در سیارمون حیوانات درنده نداریم و در واقع هیچ حیوانی به حیوان دیگه یا موجود دیگه آسیبی نمیرسونه. از طرف دیگه ما با تمام حیوانات، گیاهان و تمام حیات سیارمون به اصطلاح دوست هستیم. ما هیچ حیوانی رو به عنوان حیوان خونگی یا پت نگهداری نمی کنیم. اما در طبیعت سیارمون به راحتی با حیوانات مختلف و همینطور ارواح طبیعت ارتباط برقرار میکنیم. بشار درباره سیارشون یه نکته دیگه ای رو هم بیان میکنه و میگه در سه طرف سیاره ما 3 تا اصطلاحاً قمر مصنوعی وجود داره که موجودات خاکستری با تکنولوژی هایی که داشتن درست کردن. این 3 تا قمر که از دید ما یه جورایی ماهواره به حساب میان به صورت مثلثی 3 طرف سیاره ما نصب شدن. ما این 3 قمر رو با نامهای اکلیپس، اپیفانی و اپسیلون خطاب میکنیم. اکلیپس به معنی کسوف، اپیفانی به معنی تجلی و اپسیلون هم یه لغت یونانی هست که معمولاً به معنی ذره ازش استفاده میشه. بشار در این باره میگه این 3 ماهواره دائما دارن یه سری انرژی رو به سیاره ما ارسال میکنن. اونا یه جورایی ذهن جمعی مردم سیاره ما هستن که در این دوران ما از این اصطلاحاً ماهواره ها استفاده کردیم و ارتباطی رو با ماه سیاره شما ایجاد کردیم و از این طریق داریم انرژی سیاره خودمون رو به ماه شما میتابونیم و به همین ترتیب داریم به زمین شما و به ذهنهای شما میتابونیم تا با این عمل باعث رشد فرکانس های فردی و جمعی شما بشیم، چرا که شما اجداد و خانواده ما به حساب میایید و به نحوی رشد روحی و روحانی ما با رشد روحی و روحانی شما مرتبط هست. در واقع با این عمل همون جوری که شما از تراکم 3 به تراکم 4 رشد میکنین، ما هم از تراکم 4 اصطلاحاً به بعد 5 رشد خواهیم کرد. درباره تراکم ها و بعدهای مختلف در ویدیوهای بعدی یه ویدیوی مفصل آموزشی براتون خواهم ساخت. پس اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردین بهتون پیشنهاد میکنم کانال رو سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین. بشار در رابطه با سفر کردن موجودات فرازمینی در فاصله های بسیار زیاد هم توضیح داده. اون در این باره میگه از اونجایی که علم ما نزدیک به 3000 سال جلوتر از علم شما هست، برای ما درک این موضوع بسیار راحت شده و از طرف دیگه به خاطر آموزش هایی که تا الان به دانشمندان شما داده شده،
در واقع اونا مسیر درستی رو برای تشخیص این موضوع پیش نرفتن. اون در این باره میگه دانشمندای شما دنبال اینن که ببینن چجوری میشه به سرعت نور سفر کرد یا حتی به سرعت بیشتر از نور سفر کرد، اما امکان این که به سرعت بیشتر از نور سفر بکنیم وجود نداره. اونم به خاطر اینه که سرعت نور در واقع مرز عالم فیزیکی و غیر فیزیکی هست و اگر چیزی سرعتش از سرعت نور بیشتر بشه به اصطلاح از حالت فیزیکی خارج میشه. اما یه نکته بسیار مهمی وجود داره که دانشمندان شما سراغ اون نکته اصلا نرفتن و اونم اینه که ما در مسیر رشد و تکامل علممون متوجه شدیم که مکان یکی از پارامترهای خود ماده هست، در صورتی که دانشمندان شما فکر میکنن مکان یک بستر ثابت هست و تمام اشیا و مواد مختلف روی اون بستر در یک نقطه به خصوص قرار دارن. اما چیزی که ما متوجه شدیم این نیست. همونطور که شکل، رنگ، چگالی و اندازه یک شی از پارامترهای اون شی هست، به همین ترتیب مکان اون شی هم جزء پارامترهای همون شی به حساب میاد. در واقع اگه شما بتونین یک شیئی رو از طریق یک حباب انرژی پارامتر مکان اون رو صفر کنین و از هر مکان و از هر جهانی اون رو جدا بکنین و بعد از اون با یه دستگاهی فرکانس نقطه جدید رو به اون شی اصطلاحاً بتابونین، اون شی خود به خود از نقطه اول در همون لحظه ناپدید میشه و در نقطه دوم در همون لحظه ظاهر میشه بدون اینکه نیاز داشته باشه اون مسافت رو سفر بکنه. بشار در ادامه میگه نحوه سفر کردن بشقاب پرنده های ما هم به همین صورته و این روشیه که تقریبا تمام موجودات فرازمینی برای سفرهای طولانی خودشون استفاده میکنن. بشار میگه تمام بشقاب پرنده های ما از طریق تکنولوژی های مختلف اول یک لایه و حباب انرژی محافظ دور بشقاب پرنده ساخته میشه و اصطلاحاً پارامتر مکان بشقاب پرنده صفر میشه. بعد از اون بر اساس نقشه‌ای که از قبل داریم فرکانس مکان مقصدی که میخوایم به اون بریم رو به بشقاب پرنده میدیم و بشقاب پرنده با استفاده از تکنولوژی‌هایی که درون خودش داره اون فرکانس رو اصطلاحاً به خودش میتابونه و به خودش وارد میکنه و در یک چشم هم زدن ما از نقطه مبدأ به نقطه مقصد میرسیم بدون اینکه داخل بشقاب پرنده حرکتی رو حس کنیم. از طرف دیگه بشار در رابطه با اون حباب انرژی یا حباب محافظ دور بشقاب پرنده میگه شاید خیلیاتون دیده باشین که بشقاب پرنده های ما حرکت های ناگهانی 90 درجه یا حتی 180 درجه انجام بدن. اما مسئله اینه که زمانی که داخل بشقاب پرنده باشین تصویری که شما میبینین شبیه به چیزیه که شما درون خونه های خودتون میبینین. همونطوری که شما اگه پنجره خونه خودتون رو باز کنین و به آسمون نگاه کنین چیزی که تجربه میکنین اینه که شما داخل خونه‌تون ثابت هستین و این جهان بیرونه که داره اصطلاحاً دور خونه شما میچرخه. به گفته بشار این دقیقاً همون چیزیه که ما از داخل بشقاب پرنده تجربه میکنیم. در واقع ما داخل بشقاب پرنده کاملاً ثابت هستیم و اگه از پنجره به بیرون نگاه کنیم چیزی که ما میبینیم اینه که جهان بیرون داره دور بشقاب پرنده ما میچرخه که اون حرکت هیچ تأثیری روی محیط داخل بشقاب پرنده نداره. بشار در ادامه میگه ایستگاه‌های فضایی ما یا پایگاه‌های فضایی ما شهرهای ما به حساب میان و ما روی سطح سیارمون ساختمون‌های دائمی نمیسازیم تا طبیعت سیاره رو بتونیم به بهترین شکل ممکن حفظ کنیم. ما پایگاه‌های فضایی یا شهرهای فضایی مختلفی داریم که در حال حاضر برخی از اونا اطراف جو زمین مستقرن و بعد از برقراری ارتباط علنی بین ما موجودات فرازمینی و شما انسان‌های زمین، ما شما رو به شهرهای فضاییمون دعوت میکنیم و امیدواریم شما از حضور در شهرهای فضایی ما
لذت ببریم. خب دوستان عزیز، به پایان یه ویدئوی دیگه رسیدیم. اگه از این ویدئو خوشتون اومده و برای حمایت از ما میتونین ویدئو رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین و ویدئو رو با دوستای خودتون به اشتراک بذارین. تا یه ویدئوی دیگه، روز و روزگارتون خوش.